میدونین حقیقت زندگی مخصوصا توی اروپا اینه که زندگی توی اروپا واقعا نمیگم زندگی سختیه. خب زندگی اینجا واقعا آرومه، خوبه. شما از لحاظ کاری امنیت داری، از لحاظ شغلی نمیدونم، از لحاظ بیماری، مریضی، اینجور چیزا بالاخره امنیت داری. حالا اگر تصادفی بکنی، خدای نکرده مریضی سختی بگیری، از لحاظ هزینه‌های درمان شما حداقل یه امنیت داری. اما خب اونجوری هم نیست که بعضیا فکر میکنن آقا اگر شما بری اروپا همه چی ریخته و شما فقط باید جمعش بکنی. نه، اینجا هم سختی‌های خودشو داره. اینجا هم شما باید زحمت بکشین، کار بکنین. نه اینکه مثل بعضی‌ها، حالا ما داریم اینجا کسانی که 10 ساله هست 15 ساله اینجان و هم از دولت میگیرن هم کار غیر قانونی میکنن و زندگیشون رو پیش میبرن. اونجوری فایده ای نداره، اونجوری به نظر من فایده ای نداره. و اینکه خیلی هم میان و پشیمون میشن و برمیگردن. اینا دلیلش چیه که کسانی که میان اینجا و پشیمون میشن برمیگردن؟ اینجور افراد اکثرا کسانی هستن که توی ایران زندگیشون یا حالا توی افغانستان زندگیشون زندگی خوبیه، یعنی درآمدشون خوبه، زندگیشون میچرخه، خونه و ماشین و نمیدونم همه چی دارن. اینجور افراد موقعی که بیان 99% پشیمون میشن و برمیگردن، چون اینجا زندگی کردن برای کسانی خوبه. مثالش میگم، خب برای کسانی خوبه که مثل من زندگی و شرایط سختی رو داشتن توی کشور خودشون. برای اینجور افراد زندگی کردن توی اروپا خوبه، چون اینجا میتونن یه زندگی نسبتاً خیلی بهتری داشته باشن. امیدوارم که اصل کلامو گرفته باشین.